همین خود گناهان از خود حکمت ها داره. خب همین خود انجام گناه حکمت داره. یکی از بزرگترینش همیست که گاهی وقتا انسان چی میکنه؟ به یاد الله مندازه و غفلت خطرناکتر عزیز. به همین خاطر امام ابن قیم رحمه الله یک نکته بسیار جالب میگه انسان گناهگاری که در نتیجه گناهش به یاد الله مفته به مراتب بهتر از او انسان غافل است که از یاد الله غافل شده. متوجه شدین منظور مرا؟ یک نفر آدم غافل است، اصلا رجوع به طرف الله یادش نمیآید. این آدم در معرض خطرناکتر هلاکت قرار داره نسبت به اون نفری که گناه میکنه و بعد از گناه متوجه الله میشه و به یاد الله میفته. خیلی از ما شما در غفلتیم، متوجه شدیم و نمیفهمیم، در حالی که خود بازگشت به طرف الله یک فریضه مستقل است. میدانیم خود بازگشت به طرف الله یک فریضه مستقل است. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. این فرض است. علما میگن توبه یک واجبه مستقل است. متوجه شدیم؟ و این در چی کسی آدم باید ببینه؟ در رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر میگه قسم به الله هست من روزانه بیش از 70 بار استغفار طلب میکنم از الله تبارک. به خاطر چی؟ رسول الله میگه به خاطر اینکه گاهی احساس میکنم در قلبم غفلت پیدا میشه. قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم خب پاکتر از قلب ما بود. ایست گناه، تکبر و غرور، گناهان کبیره باطنی که در ما هست در وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود. اما بازم پیامبر صلی الله علیه و سلم توبه میکرد روزانه بیش از 70 بار. دلالت به کثرت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه پیامبر میگه احساس میکنم قلب ما غافل شده. قلب ما چقدر غافل است. پس الله تبارک و تعالی برای ما چی میکنه؟ ولا تکونوا کالذین نسوا الله. پس مانند کسانی نباشیم که الله را فراموش کرده. و هیچ بنده، هیچ کسی زشتر و بدتر از او بنده نیست که الله فراموش شده باشه. شما واقعا فکر بکنید چقدر خطرناکتر از لحاظ ایمانی بر او انسانی که الله یادش میره. شما با این مفهوم خوب دقت بکنید. عمق گپ را که الله متعال میگه دقت کنید. ولا تکونوا کالذین نسوا الله. مانند کسانی نباشین که الله یادشان رفت، الله را فراموش کردن. هم الله هم نفس های خودشان ده. و ای که ما از الله غافلیم. این همین نیاز به یادآوری داره. بهترین نمونه از این که ما واقعا از الله را فراموش کردیم گناهان ما هست. کافی است گناهان خود را حساب بکنیم و هر گناه دلیل برای فراموشی الله هست از طرف بنده. پس ما خیلی از الله غافلیم. غفلت این نیست که تنها یک نفر شاید بگه خب من بعد از هر نماز سبحان الله سبحان الله سبحان الله میگم پس من از الله غافل نیستم. او سبحان اللهی که به زبان باشه و در قلب جا نگرفته باشه این غفلت است. او کسی که به زبان سبحان الله میگه بعد از هر نمازی اما در قلب شمیز سبحان الله وجود نداره، عمیق در قلبا سبحان الله نمیگه، این انسان غافل است. پس ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم. خود باز فراموش میکنن. اولئک هم الفاسقون. امی گروه مردم فاسقن. و فسق در قرآن موارد معادل کفر میآید و موارد معادل ظلم میآید و حد اقلش است که گناه کبیره است.